مرسی از همگی. مرسی محمد و آقای دکتر کرمانشاهی که فرصت رو در اختیار من گذاشتین و ریچ اوت کردین. خیلی باعث خوشبختیه و من همیشه دوست داشتم یه ارتباطی برقرار باشه. یه تلاشایی هم کرده بودیم سالهای گذشته ولی خیلی نشده بود، ولی حالا امیدوارم این فرصتی باشه که بتونیم یه ارتباطی برقرار کنیم و یه نالج ترانسفری بکنیم. اون کاری که انجام دادیم این و اگه ارزشی داره، اهمیتی داره، به بچهای داخل ایران و حتی اگه کسی خارج ایران هم داره گوش میده. من با بک‌گراند عمران هستم. بله، لیسانسمو مشهد گرفتم، دانشگاه فردوسی. بعد یادم نمیاد چی شد که به حمل و نقل علاقه‌مند شدم. دقیقاً مثلا اینجوری نبود که مثلا یهویی اوورنایت اتفاق بیفته. فکر کنم تو لابلای درس‌های مهندسی عمران حمل و نقل برای من اینجوری کلیک کرد که این یه موضوعی فراتر از فیزیک. من خودم خیلی فیزیک دوست دارم، ولی وقتی یه جنبه انسانی پیدا میکنه یه سری مسائل فیزیکی، برای من خیلی جالب بود این بحثش که یه چیزی میشد که سوشیال ساینس میومد وسط، انوایرمنت میومد وسط، جدای از مسائل فیزیکی و مهندسی. اینش برای من خیلی جالب بود و فکر میکنم این بود که منو علاقه‌مندتر کرد. بعد تو همون لیسانس، حالا اون موقع هم از مشهد کسی اپلای نمی‌کرد خیلی، ولی من یکی دو نفر از سالبالاییامون که مستر میخوندن تهران اون موقع سال 2008 86 اینا 86 87 اپلای کرده بودن و بعد من دیدم اصلا چیزی به نام مثلا اپلای وجود داره و میشه رفت خارج و اینا. دیگه ما هم گفتیم اوکی، پس ما هم عزممون رو جزم کردیم، گفتیم اوکی من میخوام برم حمل و نقل بخونم آمریکا. دیگه حالا جای مختلف اپلای کردیم و حالا خوششانسی هم آوردیم دانشگاه پورتلند استیت که اتفاقا من موقعی که اپلای میکردم پورتلند استیت نمیدونستم پورتلند خیلی معروفه تو حمل و نقل پایدار، تو سستینبل ترانسپورت و این حرفا. ولی دیگه ما از پورتلند استیت ادمیشن و فاند و اینا گرفتیم برای مستر، رفتیم پورتلند سال 2008. بعد 2 سال مستر رو اونجا گذروندیم و خیلی تجربه عالی بود و میگم وقتی من وارد پورتلند شدم و بعد یکم کم کم آشناتر شدیم، دیدیم چه چیزی دارن، چه واقعا رپیوتیشن جهانی دارن برای کارهایی که میکنن، به خصوص تو بحث دوچرخه و پیاده و اینا. بعد دیگه مستر تموم شد، پی اچ دی اپلای کردیم، رفتیم شیکاگو و اونجا هم یه 3 سالی دکترام طول کشید و بعد دیگه دنبال کار آکادمیک میگشتیم. اپلای کردیم همه جا ریجکت میشدیم و دیگه زد و استرالیا یا اپورتونتی پیش اومد، گفتیم خب پاشیم بریم. دیگه اون موقع هم ازدواجم کرده بودم و دیگه حالا تصمیم گرفتیم بیایم استرالیا و از سال 2014 دیگه ما استرالیا هستیم. الان سیدنی شده اون طولانی ترین شهری که ما توش زندگی کردیم. قبل از سیدنی ملبورن بود، قبل شیکاگو، پورتلند، قبلش هم مشهد. واسه تراژکتوری خیلی جالبی داره. حالا بگذاریم از این مسائل. حالا امیدوارم یه بک‌گراند خیلی انسانی پرسونال بهتون داده باشم از خودم. من یه چند سال حالا از همون ابتدایی که پی اچ دی میگرفتم من یه نیم نگاهی به حمل و نقل پیاده داشتم و یکی از چپترهای تز دکترام روی ترافیک عابر پیاده بود، ولی باز از دید مهندسی و چجوری مدل میشه و اینا، نه لزوما از دید واکینگ مثل کراود منیجمنت و این حرفا. ولی بعد دیگه از همون موقع سعی می‌کردم اگر اپورتونتی پیش میاد روی این زمینه کار کنم، تا اینکه تو این چند سال اخیر حالا یکی دو تا گرانت مرتبط به واکینگ و سایکلینگ و اینا تونستیم بگیریم. دیگه تمرکزمون بیشتر رفت روی واکینگ و حالا سایکلینگ هم در کنارش هست، ولی واکینگ بیشتر. که بعد چند سال پیش یه استارتاپ دانشگاهی رو انداختیم به نام فودپث ای آی با یکی از دانشجوهای سابقم تاناپون که اهل تایلند اصالتاً. و دیگه همین دیگه این شد که ما خیلی دیگه درگیر این موضوع شدیم و خوشحالم هستم که درگیر این موضوع شدیم، چون خیلی هرچی بیشتر میگذره اهمیتش برای من بیشتر واضح میشه، به خصوص با داستان کلایمت چینج و اهمیت روزافزون سوشیال اکویتی و نمیدونم همین شهرهای انسان محور رو چیکار کنیم که انقدر وابسته به ماشین نباشیم و
اشتباهاتی که در گذشته صورت گرفته که وابسته به ماشین شدیم چجوری رفع کنیم. اینا خلاصه خیلی جالب و جالبتر میشه هر چقدر میریم جلو. حالا من تو این تاک امروز سعی میکنم یکم حالا خیلی چیزا رو میخوام بهتون نشون بدم، ولی یکم هم سعی میکنم حرف زیاده گویی خودم رو کم کنم که بعد فرصت باشه که بیشتر همین چیزی که محمد گفت بتونیم دو طرفه صحبت کنیم. کاری که میخوام امروز پرزنت کنم دو بخش داره. یه بخشش در مورد زیرساخت حمل و نقل پیاده است، در واقع پیاده روها به زبون ساده، که ما این پیاده روها رو چجوری نگاه کنیم، چجوری ارزیابی کنیم، دیتاش آیا موجوده، اگه نیست چجوری فراهمش کنیم. و بخش دوم کارم که پرزنت میکنم روی پیاده رویه، در واقع زیرساخت پیاده و بعد اینکه اون زیرساخت چجوری توسط آدم‌ها استفاده میشه. بحثایی مثل تخمین اینکه چند نفر اصلا پیاده روی میکنن، کدوم که چه جاهایی پیاده واکبل تره. حالا ببخشید من وسط صحبتام خیلی از این اصطلاحات و معادله‌های فارسیشو نمیدونم دیگه، مجبور میشم انگلیسیشو بگم، ولی حالا امیدوارم از شما یاد بگیرم معادله‌های فارسیش چی میشه. تو بحث دیتای زیرساخت‌های عابر پیاده یه گپ خیلی بزرگ وجود داره. حالا چه شما نقشه‌های مثلا گوگل مپ و اپل مپی که رو گوشیاتون دارین رو نگاه کنین، یا دولت‌ها رو باشون تماس بگیرین، حتی میگم فقط مختص به یک کشور هم نیست، این گپ تو همه جای دنیا هست. خیلی جالبه که اونقدری که سالها دیتای خیابون رود برداشت میشده، توجه کمی شده به پیاده روها، اونقدر که باید و شاید کسی اصلا از توجهی نمی‌کرده به پیاده روها. واسه همین تو لول های مختلف، حالا چه شرکت‌های خصوصی چه دولتی، یک این گپ وجود داره. یکی دو تا مثال هست من همیشه توی پرزنتیشن ها میارم. مثلا این یه تقاطعی تو سیدنی سمت راست تو نیویورک و این یه اسنپ شات از گوگل مپس که شما خودتون میتونید اینا رو مقایسه کنید تو شهرهای مختلف. سمت راست گوگل مپس چند سالیه که شروع کرده یه سری اطلاعات عابر پیاده به نقشه ها اضافه کنه، ولی فقط تو چند تا شهر تو دنیا. مثلا سمت چپ که سیدنیه اصلا می‌بینیم هیچ اطلاعات عابر پیاده‌ای وجود نداره، فقط خیابونا نشون داده شده. سمت راست ولی همین گوگل مپ برای نیویورک حالا لین رو نشون داده، بایک لین رو نشون داده، خطکشی عابر پیاده رو نشون داده و یه چیزی، یه فضایی بین خیابون و ساختمان‌ها رو هم یه رنگ شیددی کرده که مثلا اینجا پیاده روه. خب این حس به آدم ایجاد میشه که خب این اطلاعات پیاده رو دارن وارد میکنن. ولی بعد وقتی میری وی فایندینگ میکنی و ازش میخوای به من یه مسیر پیاده معرفی کن، تو همون عکسایی که نشون دادم دقیقاً تو همین اریا، وقتی نگاه میکنی یه چه مسیری رو به شما پیشنهاد میده که ما بهش میگیم وی فایندینگ تو انگلیسی، میبینی که نشون میده که اصلا دیتایی که اون پشته خیلی ناکامله و این چیزی که ما اینجا میبینیم خیلی بیشتر جنبه فقط ویژوالیزیشن ظاهری داره. اون دیتای پشت اصلا کامل نیست و خیلی وقتا استفاده نمیشه برای اینکه اون ریکامندیشن پیاده روی رو، مسیر پیاده رو به آدما بده. بعد مثلا اینجا یه مثال خیلی خوبش اینه که یهو میگه یک خیابون 6 لینی رو عبور کن، ترن رایت کن، برو، انگار که مثلا تو ماشینی، و اینکه خب نه کراسینگی وجود داره نه هیچ. تو اپل مپس یکم داستان متفاوت تره. اپل مپس اوایل خیلی بد بود ولی به مرور خودش رو بهتر کرده. الان نگاه کن، این همون تقاطعات تو سیدنی و نیویورک. سیدنیشو میبینیم که چقدر کاملتره، باس لین و نمیدونم پدسترین کراسینگ و حتی درختار هم داره. تو نیویورک هم همینجور بایک لینه هست، ولی بعد جالبه مثلا یه دونه پدسترین کراسینگ اینجا میسینگ تو نیویورک با اینکه تو گوگل مپس بود. بعد اینجا خب باز این حس ایجاد میشه که خب پس اینا حتما دیتاهای کاملتری پشتش دارن. ولی بعد اگه همون تست رو دوباره شما انجام بدین، بگی آقا مسیر پیاده به من معرفی کن، میبینیم که خب اوکی مسیر تو پارک رو داره درست میگه، ولی به محض اینکه میرسیم مثلا به این خیابون آکسفورد حالا تو سیدنی، یهو شما رو میندازه وسط خیابون، اصلا نمیدونه که آیا اینجا پیاده رو هست نیست، کجاها کراسینگه. اینا از اینجا ناشی میشه که این دیتاهای پشتشون ناقصه و اینا فقط سعی کردن، مثلا این شرکت‌ها سعی کردن ظاهر رو یکم حفظ کنن، این حس رو ایجاد کنن که دارن مسیر درستی رو میدن، ولی در واقع اون پشت ما میدونیم که دیتاها ناقصه. حالا اون پشت دیتاها چه شکلیه؟ این یه مثالیه که
حالا برای بعضیا که کمتر آشناان با این مسائل بهتون نشون میدم. این دیتا مثلا از اوپن استریت مپ، برای کسایی که نمیدونن اوپن استریت مپ یه کراود سورس مجانی اوپن سورس کامیونیتی بیسد، یعنی من و شما تک تک آدما میتونن برن یه چیزی اضافه کنن به اون نقشه، پیاده‌روی جلوی خونه‌شون رو اضافه کنن، درختای محلشون رو اضافه کنن، اگه خطکشی آبرپیاده جایی هست اضافه کنن. و پشت این نقشه هایی که مثلا گوگل مپ و اپل مپ و اینا یه همچین خطوط و نقطه هایی میبینیم ما که درخت‌ها به صورت نقطه هست، تمام استریت فرنیچر اگه مثلا بایک رکی هست یا نیمکتی هست یا هر چیزی هست رو میشه به صورت دیتای نقطه‌ای اضافه کرد. و اگه دقت کنین مثلا این خطای زرد خیابوناست و این خطای یکم دشت خطچینی اینا پیاده رو هست. و اگه این دیتای پشت کامل نباشه، این خطچینایی که در موردش اشاره کردم که لینک های پیاده رو در واقع، اینا باعث میشه که اون مسیریابی که این نقشه ها به شما میدن درست نباشه، شما رو بندازه تو خیابون. و گپ واقعی هم همینجاست که این خطایی که الان من تو این چهار دارم نشون میدم همه جا وجود نداره، ناقصه، کسی مپش نکرده راستشو بخواید. حالا چند سالیه این داره تغییر میکنه، خود کامیونیتی اوپن استریت مپ خیلی توجهشو بیشتر کرده روی پیاده‌روها، دولت‌ها هم دارن توجه بیشتری به پیاده‌روها میکنن و این دیگه امیدواریم که توی حالا نمیدونم چند سال، شاید 10 سال 20 سال آینده این داستان تغییر کنه. و استادیای خیلی زیادی هم داره انجام میشه روی این نقص داده هایی که وجود داره روی پیاده‌روها. حالا یه سری استادیا روی خود اوپن استریت مپ، روی سورس های دیگه است. اینجا بود که این همین گپی که در موردش صحبت کردم باعث شد ما تشویق بشیم که فودپس‌های را بندازیم که یه پلتفرم جهانی باشه. ایده اینه یه پلتفرم جهانی که بیاد از عکسای استریت لول استفاده کنه، مثل عکسای گوگل استریت ویو یا اپل استریت ویو، یه عکسایی که خودمون میگیریم در واقع، و اینو با کامپیوتر ویژن و ای آی تبدیل کنیم به یه سری نقشه‌های انسان محور یا بهش میگیم human centered maps. چون همونجور که گفتم نقشه هایی که الان ما خیلی در دسترسمونه، حالا چه تو اپلیکیشن های موبایلمونه یا توی اپلیکیشن های دیگه، اکثرا طراحی شدن برای رانندگی و طراحی نشدن برای پیاده روی یا دوچرخه سواری. مسیرهایی که پیشنهادی میدن تو غلطه برای پیاده روی یا دوچرخه سواری و کلی اشکالات دیگه. هدف اینه که یک نقشه های انسان محوری تولید بشه که این نقص رو رفع کنه. بعد حالا چجوری این کار رو انجام میدیم؟ بیشتر اینجاست که دیگه بحث AI و ماشین لرنینگ میاد وسط، که یه کاری که قبلا خیلی منوال بوده، دستی انجام میشده، مثلا این کامیونیتی اوپن استریت مپی که براتون گفتم به صورت سنتی اینجوریه که آدما میان خیلی منوال دستی نگاه میکنن، اوکی اینجا پیاده رو داره من یه خط اضافه کنم، اینجا یه خطکشی آبرپیاده داره من نقطه‌شو اضافه کنم. بیشتر وابسته است به لوکال نالج، یعنی اگه کسی بدون اینجا پیاده رو داره یا از عکسای هوایی خودش شخصی نگاه کنه ببینه وجود داره یا نداره اضافه میکنه. حالا ایده چیه؟ ایده اینه که جو ای آی یا ای آی که یکم اسپیشیاله رو ما میگیم جو ای آی، بیاد وسط و سعی کنه اتوماتیک رو عکسای هوایی، رو عکسایی که از زمین گرفته میشه گراوند لول یا اریال، بیاد اتوماتیک تشخیص بده آیا اینجا پیاده رو هست، من دیگه چی میبینم، کامپیوتر دیگه چی میبینه توی این عکس‌ها، آیا ما خطکشی آبرپیاده میبینیم، آیا بنچ میبینیم، آیا نمیدونم بایک رک میبینیم. این چیزا رو اگه میبینیم اینا رو بتونیم پروژکت کنیم روی مپ. دیگه این همین کاری که انجام ما داریم میدیم تو فودپس AI. یه سری بحث‌های دیگه که در واقع اتوماسیونه، یعنی این پروسه مپینگ رو ما داریم اتومات میکنیم. 100% اتومات نخواهد شد هیچ موقع، چون هیچ موقع مدل‌های AI پرفکت نیستن، ولی تا یه حد خوبی اتومات میشه و آخرش حتما باید هیومن والیدیشن انجام بدیم. یه سری انتهایی تا کم در مورد پردیکشن و مدلینگ هم حرف میزنیم که حالا در موردش گفتم. و خیلی جالبه که این اپلیکیشن چرا این اپلیکیشن نقشه‌های پیاده رو خیلی فراتر از فقط مسیریابی پیاده است. حالا همینجور که احتمالاً خودتونم میدونین و دیدین، خیلی جالبه که رقابت سر فضای پیاده رو هی داره روز به روز بیشتر میشه. یه معمولاً فضای باریکیه، ولی طی سالهای گذشته هی یوزرهای مختلف اضافه شدن به این فضای باریک. یه زمانی فقط آدما راه میرفتن توش، یا اگه کسی ویلچری بود با ویلچر استفاده میکرد، ولی الان اسکوتر و ای بایک و حالا اونایی که خبر دارن یه سری ربات دلیوری هم قرار بیاد و توش بعضی از کشورها اومده. اینا هم یه سری یوزرها، هی تعداد و دایورسیتی یوزرایی که از این
زیرساخت خیلی باریک دارن استفاده میکنن بیشتر و بیشتر میشه و این اهمیت این که ما باید داده های خوبی برای این داشته باشیم و روشن‌تر میکنه. حالا ما چجوری این کار رو انجام میدیم؟ همینجور که گفتم ما از عکسای یک کامیونیتی تشکیل دادیم، ما گلوبال بهش میگیم Walking Community of Mappers که آدما میتونن ساین اپ کنن. حالا اگه کامرای مثلا گوپرو یا Insta360 داشته باشن یا ما براشون بفرستیم، رو سرشون میذارن، راه میرن تو محلشون، عکس‌ها رو جمع میکنن، برای ما میفرستن و ما پروسس میکنیم این عکس‌ها رو با مدل‌های مختلف کامپیوتر ویژن و الگوریتم‌های اسپیشیال و یه سری نقشه‌های انسان محور که حالا بهتون نشون میدم چه شکلیه تولید میکنیم. یه مثالش اینه که خیلی مثال جالبیه، اکثر مپرهای ما بچه‌های دبیرستانی ان راستشو بخوای، چون حالا ما یه گیفت کارت یه چیزی هم بهشون میدیم، یه پول کمی بهشون میدیم که این مپینگا رو انجام بدن. مثلا یه کامرا براش جاشوا پسری بود 17 ساله، همین اطراف سیدنی زندگی میکرد تو سابرب نسبتا ریجنال که نزدیک مثلا 10-20 کیلومتر رو برای ما مپ کرد تو دوران مثلا تابستون یا موقعی که مدرسه تعطیل بود. حالا چجوری این مدل کار میکنن؟ این یه دمو خیلی کوتاهیه که ما مثلا سمت راست اوریجینال فوتج عکسه، ویدیو هم نیست، بیشتر عکسه، مثلا عکس هر 3 ثانیه یه بار عکس میگیریم وقتی یکی راه میره. بعد وسط سعی میکنیم با کامپیوتر ویژن پیاده رو تشخیص بدیم، درخت‌ها رو تشخیص بدیم، اگه فرنیچری میبینیم تشخیص بدیم و بعد سمت چپ یه چیزی به نام دپت استیمیشن که سعی میکنیم از اون اطلاعات استفاده کنیم که این اجسامی که ما تو این عکس میبینیم چقدر فاصله دارن تا لوکیشن دوربین، چون ما جی پی اس دوربین رو داریم، لوکیشن دوربین رو داریم. بعد اینجوری میتونیم به هر کدوم از این آبجکت هایی که تو عکس تشخیص میدیم یه مختصات بدیم، بگیم این کجای مپ نقشه است، ایکس مختصات ایکس و وایش کجاست. اینجوری میتونیم روی یه نقشه پروژکتشون کنیم، شبیه این نقشه‌ای که الان اینجا میبینیم، که بعد این تمامی این عکس برداری‌ها و اینا دیگه منجر شده به یک این پلتفرم ما که پابلیکلی هم اویلیبل، همه میتونن عکس‌ها رو ببینن، کسی نمیتونه دانلود کنه مگه اینکه پول بده، اون تنها راهیه که میتونه یه درآمدی داشته باشیم ازش، ولی فقط دیدنش مجانیه در واقع. و یک ارزش عکسای، خیلی هم از ما میپرسن خب چرا عکسای زمینی خیلی سخت جمع کردنش و اینا؟ بله سخته، ولی دلیلش اینه که ما تو عکسای هوایی زیرساخت پیاده رو نمیتونیم ببینیم خوب. اون دیتیلزی که برای پیاده مهمه تو عکسای هوایی دیده نمیشه. اینجا مثلا یه نمونه واضحش از طرفای سیدنیه که در این لوکیشنی که من رو نقشه دارم بهتون نشون میدم، این عکس هواییشه که اصلا هیچ دیتیلزی از پیاده رو اصلا دیده نمیشه، چون یه سری از سازه ها اومدن بالای پیاده رو، اصلا پیاده رو نمیبینی که بخوای تشخیص بدی توش بنچ چیه. ولی عکس زمینی یک ویو کامل واضح بدون ابستکل به ما میده که ما کوالیتی پیاده رو میتونیم ببینیم تو این عکس، اگه فرنیچری باشه میتونیم ببینیم تو این عکس، اگه رمپی باشه، تکتایل پیوینگ برای کسایی که کم بینا هستن و این حرفا، همه اینا توی عکس زمینی دیده میشه. این ارزش عکس زمینی رو نشون میده. و بعد همینجور که گفتم مثلا یه نقشه های اینجوری تولید میشه که پیاده روها کامل نشون داده میشه و تمام المان هایی که ما تو این عکس‌ها تشخیص دادیم که ربط داره به پیاده روی، مثل نیمکت ها کجاست، خطکشی ها برای پیاده کجاست، رمپ برای ویلچرها کجاست، درخت‌ها، بایک رک، حتی سطل آشغالای عمومی که وجود داره اینا کجان، اینا همه رو روی نقشه نشون میدیم. یکم فراتر از اینا هم میریم و بحث کلایمت چنج اداپتیشن هم میاریم وسط که خب بتونیم تشخیص بدیم کدوم پیاده‌روها در معرض، حالا این بیشتر برای جاهای گرم کاربرد داره و بارونی، حالا باید فکر کنیم ببینیم تو ایران چقدر کاربرد داره. مثلا استرالیا یه چند ماهی از سال خیلی گرم میشه و حتی یه سری آدم از گرما میمیرن. این که تشخیص بدیم ما کجاها سایه داریم توی پیاده رومون و کجاها اکسپوز کلا به آسمون بدون هیچ سایه‌ای، کلا وجود یه سری سایه این واکبیلیتی رو میبره بالا و تو اون روزای گرم میتونه کمک کنه که حالا آدما همچنان پیاده رویشون رو بکنن و اگه اونایی که پیاده روی میکنن حداقل در معرض اون آفتاب داغ نباشن. فقط هم آفتاب نیست، میتونه پروتکشن از بارون و برف و اینا هم باشه، چون یه سری کاورجای روی پیاده رو هم دیده میشه توی عکس‌ها. و خلاصه یه سری نقشه‌ها تولید می‌کنیم که می‌تونیم بگیم کجاهای پیاده روها این سبزا نشون میده که یه پروتکشنی وجود داره، اون آبیا نشون میده که هیچ پروتکشنی وجود نداره و کلاً اکسپوز به آسمون، حالا به دلایل مختلف. باز خیلی کاری جالب‌تری با این عکس‌ها میشه کرد. ما میتونیم اصطلاحاً POI دیتکشن هم بکنیم.
باز ببخشید من اسلایدام همه انگلیسیه چون اینا رو جاهای مختلف پرزنت کردم دیگه فرصتش رو نداشتم اینا رو تبدیل به فارسی کنم، یا حتی اگه می‌خواستم فارسی کنم هم نمیدونستم چه کلمات فارسی باید استفاده کنم. عذرخواهی می‌کنم. POI بهش میگم place of interest، یعنی مثلا ما این اسم مغازه ها رو بخونیم، یه دیتا خیلی ارزشمنده برای بیزنس اینتلیجنس و این حرفا. از روی عکس‌ها ما کامل میتونیم ببینیم مثلا اینجا یه بیکریه، اینجا یه مثلا لباس فروشیه، اینجا یه کافه است، اینجا یه رستورانه. و اینم ما حالا کاری که ما کردیم از همین لنگویج ویژن مدل‌ها استفاده کردیم، مثل چت جی پی تی. عکس رو آپلود می‌کنی مثلا به یک مدلی مثل چت جی پی تی و بهش میگی که چه بیزنس‌هایی تو این عکس می‌بینی و بعد این عکس این اطلاعات رو بهت میده. ولی خب حالا چالش قضیه اینجاست که سعی کنی اینا رو گروپ بندی کنی، مختصاتشون رو تشخیص بدی، اینا که حالا این علم و الگوریتمایی که بعد قضیه میاد. یا باز کارهای جالب دیگه‌ای که انجام دادیم اینه که سعی کنیم یه سری تکست جنریت کنیم با این مدل‌های لارج لنگویج مدلی مثل چت جی پی تی که توضیح بده یک فضای شهری رو از توی این عکس‌ها از دید واکبیلیتی. مثلا اینجا یه عکسی از بارسلونا که حالا ما خودمون گرفته بودیم تو لابلای دیتا آمون هست و مثلا مدل‌هایی مثل اوپن ای آی میتونن یه سری دیسکریپشن خیلی جالب و خوبی از فضای اون بدن. حالا این تکست مهم میشه برای بعضی از کارا. حالا فرضاً اگه یک کسی نابیناه و میخواد یک اطلاعاتی از فضا به دست بیاره میتونه اینو گوش بده، یا اینکه بعضی از مدل‌ها هستن بر اساس تکستن نه بر اساس عکس. این تکست‌ها میتونن ورودی اون مدل‌ها باشن. یه کار جالب دیگه‌ای که انجام دادیم که حالا مطمئن نیستم صدا هم پخش میشه اینجا وقتی من اینو پخش میکنم، حالا نه صدا رو میشنویم یا نه، عکس رو میتونیم آپلود کنیم یه سری از مدل‌های ساوند جنریشن یا آدیو جنریشن و با اون دیسکریپشنی که قبلا گفتم یه صدایی هم اوورلی بشه روی این عکس. و بعد الان به این ما میگیم مالتی مودال مپ، یه سری مپ های چند مودی که همشون هم هیومن سنتردن، هیومن سنترد مالتی مودال مپس، که نقشه هایی هستن که شما عکس رو میبینی فقط برای خیابون و ماشین نیست، جمع المان های پیاده رویش رو توش میبینی، یه دیسکریپشن تکست میتونی استفاده کنی اگه بخوای و صدا رو هم میتونی ببینی، یعنی یه چیز خیلی ایمرسیوی میتونه فراهم کنه. حالا باز این یه جای دیگه است، تو سنگاپور عکس گرفته بودیم، حالا نمیدونم مطمئن نیستم صدا میاد یا نه، ولی وقتی صدا رو پخش می‌کنی اگه بشنوین می‌بینیم که صدای مثلا چرپ پرنده است و چیپ پرنده است و خیلی پارک گونه است، ولی تو این عکس قبلی این صدا خیلی صدای ماشینا رد میشه هم روش میزنن و این حرفا. این هم یک نمایی از این چیزی که تا حالا ما تولید کردیم. این داونتاون سان فرانسیسکوه که ما مپ کردیم همه پیاده روهاشو. یک کسی رو داشتیم به نام کریس، نزدیک فکر کنم 40-50 کیلومتر پیاده روی کرد تو سان فرانسیسکو تو 2-3 روز و همه این عکس‌ها رو کالکت کرد. این عکس‌ها رو ما جمع کردیم و دیگه تمام این مدل‌های کامپیوتر ویژن و ماشین لرنینگ و ای آی روش پیاده کردیم و اون نقشه‌ای که در زیر می‌بینین تولید میشه که پیاده روها همه مشخصه، همه ویلچر رمپ ها مشخصه، درخت ها مشخصه و المان های دیگه‌ای که میتونین ببینید. همونجور که گفتم ما این کار رو با یه کامیونیتی مپرز انجام میدیم تو کل دنیا که حالا یادم نمیاد چند نفر، الان فکر کنم بین 100 تا 200 نفر الان ساین اپ کردن روش از شهرهای مختلف دنیا که حالا اگه کامرا دارن ما استفاده میکنن، اگه نه ما براشون میفرستیم. این مثلا چند نفر خودم وسطیم که خودم هم هر جا برم معمولا دوربینمو میبرم که راه برم عکس‌ها رو جمع کنم. سمت چپ اولینا از پولند، لهستان، سمت راست هونوراتا از اسپانیا که یه سری عکس از اسپانیا برای ما جمع کرده. و سو فار ما تقریبا 12 تا کشور مختلف، 18 تا شهر مختلف، حالا همه شهرها نه ولی و مثلا لندن و بارسلونا و اینا همه شهر هم نه، شهرها خیلی بزرگن، طول میکشه ما همه این عکس‌ها رو جمع کنیم، ولی حداقل از اون داونتاونشون، از اون مرکز شهرشون ما یه حضوری داشتیم، یه سری دیتا جمع کردیم، عکس‌ها رو جمع کردیم و حالا استفاده می‌کنیم برای ترین کردن مدل‌های ای آی و این حرفا. یه نمونه کوچولو نشون بدم از همین سیدنی خودمون. چند وقت پیش ما یه محله‌ای تو سیدنی داریم به نام فرفیلد، یکی از کم، حالا نمیدونم فارسیش چی میشه، کم بهره‌مندترین اگه اشتباه نگم محله‌های سیدنیه که حالا در ظاهر اصلا به نظر نمیاد خیلی محله شیکوپیکی به نظر میاد، ولی از نظر اقتصادی و سوسیو دموگرافیکی که از فقیرترین محله‌های سیدنیه. خلاصه با یکی از اساتید دیگه ایرانی، اتفاقا شمیل حداد در یونیورسیتی آف سیدنی،
که روی این مسائل اکویتی و اینا کار میکرد، گفتیم بریم اینجا رو ما مپ کنیم، از دید سوشال اکویتی هم یه بررسیایی بکنیم. یه فضای 10 کیلومتری رو انتخاب کردیم. خود شمیدا دوربین رو گذاشت رو سرش و رفت تمام عکس‌ها رو جمع کرد توی یه روز. 10 کیلومتر خیلی راحت توی یه روز جمع میشه. سمت چپ نقشه‌هایی که معمولا رو مپ‌های امروزیمون می‌بینیم که اصلا هیچ اثری از پیاده‌رو نداره. سمت راست اون نقشه‌ای که ما تولید می‌کنیم و می‌ذاریم روی نقشه‌هایی که معمولا برای ماشین دیزاین شده که کامل پیاده‌روها رو نشون میده، خط کشی‌ها به پیاده رو نشون میده. تمام عکسایی که حالا توضیح دادم بهتون و درخت‌ها کجاها سایه هست، خط کشی‌ها برای پیاده، سطل آشغالا، بایک رک، نیمکت‌ها و این سایه‌ای که بهتون گفتم، کانوپی پروتکشنی که بهتون گفتم رو، همه اینا رو تولید میتونیم بکنیم برای هر محله‌ای. جدیدترین کاری هم که انجام دادیم تو خود سیتی آف سیدنی، داونتاون مرکز شهر سیدنی بوده که تقریبا یک پروژه بزرگی بود برامون. 750 کیلومتر رو ما با 5-6 نفر از بچه‌ها، یکم بیشتر فکر کنم یه تیم 7-8 نفری، خودم هم فکر کنم 20 کیلومترشو من راه رفتم و بقیه بچه‌ها زحمت کشیدن. همه عکساشو جمع کردیم و نقشه‌هاش هم کامل آماده است و تحویل سیتی آف سیدنی دادیم. این بخش اول کار که بیشتر روی چجوری ما دیتای زیرساخت پیاده روی رو که همون پیاده رو هاست رو دیجیتایز کنیم، مپاش آماده باشه که حالا دولت‌ها از این استفاده میکنن برای برنامه ریزی، تشخیص اینکه کجاها، چون همه جای دنیا اینجوریه که یه بودجه محدودیه و دولت‌ها باید اولویت بندی کنن. من که یه بودجه محدودی دارم، اینو کجای شهرم خرج کنم که بیشترین منافع رو ازش ببرم. اگه دیتایی نداشته باشی، این دیگه خیلی سلیقه‌ای و خیلی سابجکتیو میشه. ولی حداقل امیدمون اینه که وجود این دیتاها باعث میشه که اون اولویت بندی‌ها بهتر انجام بشه. اون بودجه محدود ماکسیمایز کنه اون بنفیتی که قراره از این اختصاص یه بودجه محدودی که قراره حالا پیاده‌رو اضافه بشه یا پیاده‌رو بهتر بشه، این دیتاها این جور تصمیم گیری‌ها رو کمک کنن. این از دید دولتیش، از دید اپلیکیشن‌هایی که دست مردمم، این دیتا کمک میکنه که باز اگه کسی میخواد یه مسیر پیاده روی از یکی از این اپ ها برای خودش بگیره، یه مسیر درست، سیف، واقعی پیشنهاد بدن این اپ ها. وی فایندینگ ها درست باشه، بر اساس مسیرهای ماشین نباشه، بر اساس مسیرهای پیاده روی باشه واقعا. حالا این بحث رو بذاریم کنار. این بحث زیرساخت قضیه بود و چجوری مپش کنیم. یه سوال دیگه که خیلی برای ما اینترستینگ بود که دیگه این حالا خیلی به فوتوسایای ربط نداره، بیشتر به ریسرچمون که تو دانشگاه انجام میدیم ربط داره، اینی که حالا که ما فهمیدیم کجاها پیاده‌رو داره، وضعیت پیاده‌روها چیه، همه اینا رو مپ کردیم، سوال بعدی اینه که حالا چند نفر از این پیاده‌روها استفاده میکنن. یه سوال خیلی ساده، چند نفر راه میرن؟ حالا برای کسایی که ایرانن، مثلا من این سوال بپرسم، ما اصلا میدونیم چند نفر در تهران رو در یک روز راه میرن؟ سوال سختیه، ساده است ولی پیدا کردن، گفتنش ساده است ولی پیدا کردن جواب براش سخته. یه پروژه این رو ما با استیت گاورمنت همینجا نیو ساوت ولز شروع کرده بودیم 3-4 سال پیش که دقیقاً سعی داشت همین سوالو جواب بده. اون موقع وزیر حمل و نقل ایالت میخواست $2 بیلیون خرج کنه روی زیرساخت پیاده‌رو و دوچرخه و یه سوال ساده از تیمش پرسیده بود که اصلا چند نفر تو ایالت ما پیاده روی میکنن، چند نفر دوچرخه سواری میکنن، و هیچکی تو این ارگانیزیشن نمیتونست جواب بده که واقعا چند نفر پیاده روی و دوچرخه سواری میکنن. اینجا بود که دیگه با ما اینگیج شدن و ما هم سعی کردیم شروع کنیم یه سری مدل‌ها بسازیم که حداقل سعی کنیم یه جوابی بدیم. حالا ممکنه جواب دقیق درستی نباشه ولی حداقل با یه تخمین خوبی یه عددی به ما میده که ما بدونیم اینقدر آدم مثلا پیاده روی میکنن. حالا کاری که کردیم این بود که توی کل، یعنی رفتیم بیان سیدنی، یعنی خود سیدنی خیلی بزرگه و یه سری شهرهای حومه سیدنی مثل نیوکاسل، وولونگان و بقیه جاهاش هم اومد. یک شبکه خیلی مسیویه. این میبینید مثلا یک جایی که تقریبا 6 میلیون آدم زندگی میکنه، 43 تا لوکال گاورمنت مثل محل، مثل مناطق شهرداری طوری داره و 2.2 میلیون هکتار، یه فضای خیلی بزرگیه و گفتیم میخوایم اینجا رو ما مدل کنیم، ببینیم تو کل این محله، تو کل این منطقه ریجن چند نفر آدم پیاده روی میکنن. معمولا کارهای یه سری مدل سازی برای این کارها وجود داره. حالا من دیگه تو دیتیلز تکنیکالش نمیرم به خاطر زمان، ولی اگه کسی سوال داشت خوشحال میشم جواب بدم. پیپرش هم چاپ شده، حالا بهتون نشون میدم اگه خواستین بخونین. یه سری دیتا باید جمع کنیم از دیتای واقعی که واقعا چند نفر پیاده روی میکنن. آلردی بعضی از این شهرداری‌های منطقه‌های مختلف یه سری سنسور گذاشتن جاهای مختلف، یا حتی بعضا سالانه منوالی میرن میشمرن آدم‌ها رو ببینن چند نفر از یه جا رد میشن. این دیتاها خیلی
اسپارس و محدود موجود بود، از چند تا فقط کانسل، از همه جای شهرم نه. دیگه اینا رو میگیریم و کامباینش میکنیم با یه سری از مدل‌های، حالا بهتون بعدا نشون میدم، مدل‌های با دیتاهایی که از گوشی‌های تلفن میاد، چون این شرکت‌های حالا فکر می‌کنم تو ایران اینم موجوده، ولی حالا همیشه سکیوریتی اوناش بحثه. این شرکت‌های موبایل، تلفن همراه و اینا میتونن تخمین بزنن، تکنیکلی میتونن تخمین بزنن چند نفر جابجا میشن از یه محله به محله، یه جورایی موبایل‌ها رو ترک میکنن. حالا یه سری بلک باکس مدل هم دارن خودشون که بتونن تشخیص بدن آیا یه کسی رانندگی کرده، پیاده داره میره، با دوچرخه داره میره. ولی معمولا این دیتاهاشون خیلی کوالیتیش پایینه، چون تشخیص این که یکی رو ما از رو گوشیش ترک کنیم ببینیم آیا واقعا داره پیاده میره خیلی سخته، چون معمولا سفرهای پیاده کوتاه، سرعتش میتونه مساوی باشه با سرعت دوچرخه، سرعت پابلیک ترانسپورت، یا حتی کسی که تو ترافیک گیر کرده، واسه تشخیصش خیلی سخته. اینجا ما دیگه یه مدلایی میسازیم که دیتاهای واقعی که بر از چند تا محله داریم و میدیم به یه مدل ماشین لرنینگ. دیتاهای نچندان کوالیتی بالایی که از مثلا شرکت‌های موبایل میگیریم هم وارد مدل میکنیم. یه سری اطلاعات دیگه مثل جمعیت و تعداد کار و نمیدونم یه سری اطلاعات بیلت انوایرمنتی هم به مدل میدیم و سعی میکنیم یه مدلی بسازیم که تخمین بزنه برای ما که واقعا چند نفر اینجا دارن پیاده روی میکنن. بعد اینم مقایسه میکنیم با همون دیتاهای واقعی که از بعضی از خیابونای محدود داشتیم و دیگه سعی میکنیم مدل رو یه جوری ترین کنیم که تا جایی که میتونه حداقل برای اون خیابونایی که ما دیتاهای واقعیشو داشتیم درست تخمین بزنه که بعد بتونیم از اون مدل ترین شده استفاده کنیم که بقیه خیابونایی که هیچ دیتایی براش نداریم و تخمین بزنیم. خلاصه یه مدل اینجوری ما ساختیم برای این کل محله که بهتون نشون دادم، منطقه که بهتون نشون دادم، که بد نیست تخمینش. اگه نگاه کنین یک تقریبا برای کسایی که یکم واردترن تو دیتا ساینس و اینا، اگه این حول خط 45 درجه باشه یعنی خوبه، بد نیست. و دیگه اینجوری شد که ما تونستیم برای تک تک خیابون‌های این محله، این منطقه بزرگ که بیاند سیدنیه، برای هر خیابون یه تخمینی از چند نفر پیاده روی میکنن بزنیم و بعد حتی اگریگیتش کنیم توی نواحی مختلف و نشون بدیم کجاها پیاده روی، کدوم منطقه‌ها پیاده روی بیشتر میکنن، کدوم منطقه‌ها کمتر میکنن. و حالا اگه بخوام برگردم به اون سوالی که مطرح کردم که چند نفر در روز پیاده روی میکنن، ما تونستیم این عدد رو تخمین بزنیم. مثلا برای این منطقه 6 سیتیز ریژن سیدنی عددش بود نزدیک 7 میلیون سفر پیاده انجام میشه تو این کل منطقه و این عددی بود که میگم دولت خیلی دوست داشت بدونه، چون کاری که میخواستن بکنن اینه که میگن اوکی ما 2 بیلیون دلار هزینه کردیم امسال 7 میلیون نفر پیاده روی میکنن، آیا بعد چند سال ما میتونیم این 7 میلیون رو برسونیم به 8 میلیون 10 میلیون؟ یه جوری میخواستن ببینن، یه ابزاری داشته باشن که تست کنن که تاثیر این 2 بیلیون اینوستمنتشون چیه، آیا واقعا آدما بیشتر پیاده روی میکنن اگه اینقدر سرمایه گذاری بشه روی پیاده روها. بعد یه چالنجی که ما داشتیم همینجور که گفتم، این دیتاهای واقعی پیاده خیلی محدود بود برای ما، همه جا نبود و این دیگه باعث شد ما خودمون بریم چند تا سنسور بخریم و شروع کنیم شبکه جمع‌آوری دیتاهای خودمون رو تشکیل بدیم دور سیدنی. ما 3-4 تا سنسور خریدیم، 3 تا دقیقاً. اول یه دونه داشتیم، بعد یکی دیگه خریدیم، بعد یکی دیگه خریدیم، به مرور شد 3 تا. این سنسورایی که روی این میله تابلوها میشه نصب بشه و آدمایی که از تو پیاده رو رد میشن رو میشموره و بعد اینو ما مثلا برای یه هفته 2 هفته توی پیاده رو نصب میکنیم، بعد جابجاش میکنیم، میبریمش توی پیاده روی دیگه، بعد همینجور میچرخونیمش این سنسورا رو. و الان مثلا توی یه سال گذشته تونستیم نزدیک 30 تا لوکیشن مختلف رو توی سیدنی دیتاهاشو برای 1-2 هفته برای هر سایت جمع کنیم و این دیتا کمکمون میکنه که اون مدلامون رو بهتر کنیم، ببینیم آیا اون عددی که مدل من میده واقعا چقدر شبیه به این عدد واقعی که سنسورها میشمرن تو پیاده رو، و اگه خوبه که عالی، اگه خیلی فرق داره برگردیم دوباره مدل رو ترین کنیم، اصلاحش کنیم که این عددهای بهتری بهمون بده. دیگه همین. امیدوارم حالا خیلی سریع یا گنگ نبوده باشه و میگم من سعی کردم یه حجم زیادی از اطلاعات رو توی همین فکر کنم 40 دقیقه هم شد بگنجونم. باز دوباره تاکید میکنم 2 بخش زیرساخت پیاده و بخش دوم چجوری مردم از این زیرساخت استفاده میکنن و حالا اگه میخوایم دیسکشنی داشته باشیم، سوال و جوابی داشته باشیم، محمد من در خدمتم. خیلی ممنون از شما دکتر